محمد شریف نجمیدینوف و هورتا پدرو. محمد شریف نجمیدینوف در قهرمانی جهانی سامبو میان جوانان در جمهوری ازبکستان عنوان چمپیون جهان را به دست آورد. در جودو نتیجه های بهتر راستی حالا ندارد. هورتا با لباس های سفید است، اندکی عقب نشینی دارد و زری را نجمیدینوف بسیار هم سری وقتی عین مدعا بود که مال خود کرد. با پیش می رود محمد شریف نجمیدینوف، امکانیت خیلی مساعد دارد، یک وزری دارد، وزری اوسطی خواهد شد. بله همین طور هم شد و محمد شریف نجمیدینوف رقیب 20 ساله پرتغالی خود را هم دچار ناکامی کرد. این چهره بار پنجم است که در عرصه بین المللی قدم می نهد. محمد شریف نجمیدینوف هورتا پدرو را مغلوب کرد و به دوری دیگر رفت. جسک یونزوکا محمد شریف نجمیدینوف. چرا محمد شریف نجمیدینوف برگشت؟ کجا شد؟ نزد محمد مراد عبدالرحمنوف رفت و دستوری سرمربی منتخب جودوی کشور و اکنون به میدان آمد. هر دو پهلوان بسیار صورت افزایی خوب نشان میدهند. نزد نگاه بنده که بسیار هم در رفتی سبقت جالبی هر دو پهلوان ما شاهد بودیم در دوره اول. نجمیدینوف هورتا پدرو که از پرتغالیا بود او را مغلوب کرد. یا نزوکا ورزشگری فرانسه گوبرت را و بعدا به این مرحله آمدند. یا نزوکا چند کوششی که کرد، حالا در یک دقیقه اول یگان تاش ثمرآور انجام نیافتند. محمد شریف خوبتر میداند جریان این حالت ها را و عکس عمل های سری وقتی را هم. بسیار هم وضعیت را باز هم مشکل تر کرد. چرا مقاومت نمی کند پهلوان جمهوری تاجیکستان؟ تأسف. انا همین مکتب پرتری ما بسیار هم راستی تکمیل می خواهد. بسیار حالت ها پهلوانان ما در پرتری امتیاز ها را از دست می دهند. راستی از جهت کسبیت مهارت کاملا فرق کننده بود.